سرکه و نمک هیچ گونه تأثیری در ضد عفونی یا همون گندزدایی سبزیجات نداره. چالش 30 روز 30 راه برای پیشگیری از بیماری از دید یک بازرس بهداشت روز 10. با هم تعارف نداره. سبزیجات در ایران نظارت خوبی روش نیست. کاهو، کلم، سبزی خوردن، اینها رو متاسفانه بعضی هاش رو، من نمیگم 100%، یا با فاضلاب دارن آبیاری میکنن یا هیچ حصاری نداره و محل عبور و مرور حیواناتی هست که خودشون باعث انگل در سبزیجات میشن، یا اینکه با کودهای حیوانی بوده میشه و این هم یعنی انگل و تخم انگل. بالاخره ما وقتی میخوایم سبزی رو بخوریم باید یک فکری به حال تخم انگل و انگلش بکنیم. یا این همه توی رستوران ها سالاد سرو میکنیم، مطمئن باشین توی اونها تخم انگل هم هست اگه درست سالم سازی نشه. برای همین وزارت بهداشت یک پروتکلی تدوین کرده که میتونیم با اون روش تخم انگل رو از بین ببریم، یعنی استفاده از مایع ظرفشویی. هیچ راهی هم نداریم جز اینکه 3 قطره در 1 لیتر آب مایع ظرفشویی استفاده کنیم تا تخم انگل لیز بشه و از روی سبزیجات سر بخوره و ته ظرفمون ته‌نشین بشه. هیچ راهی جز این نیست. اگه که نمیخواید هم از مایع ظرفشویی استفاده کنید، میتونید از محصولات 2 منظوره استفاده کنید که توی کپشن براتون مینویسم. اینکه کلم، کاهو، قارچ و توت فرنگی رو چجوری ضد عفونی کنیم در این ویدیو طولانی میشه. توی کپشن براتون نوشتم، لطفا حتما کپشن رو مطالعه کنید. این بود چالش روز 10 و نتیجهش اینه که برای سالم موندن و درگیر نشدن با بیماری‌های خطرناک انگلی لطفا سبزیجات رو درست سالم سازی کنید طبق پروتکل وزارت بهداشت، نه طبق دستورالعمل‌های خاله و عامه. اگه دوست دارین بقیه چالش رو ببینید حتما رادیو بهداشت رو فالو کنین. لطفاً این پست مهم رو برای دیگران ارسال کنین و اگه در توانتون هست استوریش کنین.